Go to sleep, my little one. How I love my son. Go to sleep, oh go to sleep, oh go to sleep, my little one. How I love my baby, my dear little darling. How I love my baby. این سرودی الله است که هر مادر با زبان خود به کودکش در گهواره میخواند تا طفل آرام بخوابد. در سرودی الله مادر آینده کودکش را تصویر میکند، او را به راه راست و کردارهای نیک هدایت مینماید. بتانید که به تاجیکی بونافشا نامیدند از جمله مادرهاست که برای تربیت نسلش الله میخواند. سرودی الله را وی با زبان مادری خود و هم با زبان تاجیکی میخواند تا احسانش زباندان شود. Son alla la la alla la la alla la yo alla. امروز بین مادران جوان دادن شیر خشک به کودک به مد درآمده است. شیر خشک را آنها با هر بهانه که در مغازه ها نوع نمود زیاد دارد خریداری کرده به کودک می دهند. اما بونافشا که زن австралияги است و بیش از 20 سال این جانب در تاجیکستان زندگانی می کند، برای کودکان خوراک ترکیبش طبیعی را می دهد. وی می گوید این کار به تشکل ارگانیسم کودک مساعدت می کند. که ساخته وای نمیکنند، استفاده نمیبرم، فقط چیزی طبیعی. مقصد همه ویتامین این پر شود. معنیش هم خوشرو انکشاف یابد. من برای همین کانال شدنیده مقصد برای فایده بچه های تاجیکستان، برای زنها که عذاب کشی شدن، کلان کردن فرزند یا مسئله هر روزه ده، این چیزهای خدا خواهد یک بسیار چیز میبروریم یوتیوب. روزی که با بونافشا مصاحبه آراستیم، وی به کودکش خوراک پر طبیعی را آماده کرد. چهارمغز، بنان، جرغات و مغز دانه کدو را آمیخته نموده به احسان فرزند کنجه‌اش میداد. مقصد سالم و با قوت کلان شدن طفل است. خوراک پر ترکیبش طبیعی در این اویلا نه تنها به کودکان و نورسان بلکه به اهل اویلاشان همه روز پیشکش کرده می شود. حتی نانی که آنها استعمال می کنند از گندم کشت شده زمین خواجگی خود این اویلا می باشد. بونافشا کانال مخصوص خود را در یوتیوب باز کرد که در آن طرز درست نگاه کردن کودک، خوردن خوراک طبیعی و به وی رساندن آن را می آموزاند. راهی آسان که این تیز آب به عادت کند و بعضی بچه ها بینید نمیمانند، مختشون پرت افته گیره کرده وای میکنن. نمو این اجا ماهی شدگی همه خیلی گزارشی مذکور با درخواست و سوالهای زیادی تماشابینان تلویزیون و یوتیوب کانال سیمایی مستقل یکم آماده شده است. مقصد اساسی انعکاس این موضوع نیز محض از روی خواهش تماشابینان صورت گرفت. برای آنها زندگانی ساکنان کشور استرالیا که در تاجیکستان استقامت میکنند شوق‌آور میباشد. از این رو اویله مذکور تاکید کردند که زندگانی آنها نیز مثل مردم تاجیک عادی، ساده و در فضای خوشبختی میگذرد. گزارشی مفنوش کرونه امجان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.